قصه از اینجا شروع شد که شهریور سال 84 دقیقاً 20 سال پیش، یعنی همین روزا، الان داریم وارد 21مین سال میشیم. خب میدونید 20 سال کار سلامتی، کلینیک داشتیم، نمیدونم داروسازی گیاهی کردیم، نمیدونم محصولات ارگانیک و طبیعی اینا ارائه کردیم و حالا اون یکی از بیزینسامون بود که داره جلو میره. واحد پارس جنوبی که 5000 تا پرسنل داره که اونجا تولید گاز و اون چیزا دارن، از ما خواستن که آبدارخونه هاشون اصلاح کنیم. خب معمولا تو آبدارخونه چای پیدا میشه، هر از چنگاهی قهوه پیدا میشه. ما که خودمون وارد کننده قهوه بودیم، بهشون پیشنهاداتی داشتیم. از مباحث مهمی که توی دانش مارکتینگ امروز مطرحه، مبحث شخصی سازیه. اینجا یه سری مستندات آوردیم که مثلا استارباکس خیلی به این قضیه توجه داشته، برند معروف استارباکس که همه میشناسین، خیلی به این توجه داشته، سعی می‌کرده که منوشو بر اساس سلایق مشتریاش تغییر بده. مشخص شده که حدود 60% از مشتریان ترجیح میدن تو کافه هایی که سفارش دهنده هستن گزینه‌های شخصیشون رو انتخاب کنن. این ترجیح میدن کافه هایی که میتونن شخصی سازی کنن بر اساس سلایق خودشون تا کافه هایی که منوی ثابتی دارن. خب من داشتم دوره‌های حرفه‌ای هوش مصنوعی دیدم تو قسمت بازاریابی که داشت آموزش میداد هوش مصنوعی، دومین صرفه‌ای که صحبت کرد کویز مارکتینگ بود. کویز مارکتینگ چیه؟ یه سری تست، یه سری سوال طرف میاد پاسخ میده، متناسب با اون بهش محصول معرفی میکنی. یک کسی که اسپلیت فروشه اگر با کویز مارکتینگ آشنا باشه، یه سری سوال ازش میکنه، حالا یا تو سایت میپرسه، یا تو اینستاگرام میپرسه، یا نه حضوری میپرسه، یا تلفنی میپرسه، روششو کار نداره. یا مثلا متراژ خونت چقدره؟ چند تا اتاق داری؟ هر اتاق چند متره؟ یه سوال ازش میکنه، به اساس میگه حالا شما به اساس این یه دونه مثلا 18000 میخوای بذاری تو هال، یه چندم 9000 میخوای بذاری تو اتاق، بهش راه حل میگه. مخاطب خیلی از این قضیه ذوق زده میشه که چه دقیق دارن به من پیشنهاد میدن. این یک مثال خوبی برای شخصی سازی.